سلامونه ګران لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. له تاسو ټولو مننه چې زموږ خپرونې ګورئ. دوستانو له تاسو هیله کوو چې زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ د نوو خپرونو نه خبر شئ. دوستانو دغه مسجد چې تاسو ګورئ دا د شهید دوشمشیره په نامه یادیږي. دغه مسجد دوستانو دغه سیمې ته لا ښکلا ورکړې. ویل کېږي دوستانو دغه مسجد د کابل اولترین مسجد دی چې جوړ شوی دی. راځئ ګرانو ملګرو د دغه مسجد د تاریخ په هکله به مو دغه مشر خبر کی. اسمه سید جان آقا. اولین مسجدی که جور شده شاه دوشمشیره ولی است. یگانه مجاهد است آقای قندم که زمان عثمان رضی الله تعالی عنه یا آمدن اینجا کافرها بود، بودها بود، با زنا یک دفعه آمدن، دو دفعه آمدن، این دفعه سیمشان دیگه مثل که عارفی میگه چون خاک راه شدم هم چوپز بادباز تا آبرو نمی رود نان نمی رسد. حافظ صبور باش تو در راه عاشقی هر کس که جان نداد به جانان نمی رسد. باز یا جانای شیرین خود به جانان دادن، باز اینجا فتح شد. باز یک تعداد برادرایی که اینجا ماند که نکاهای ما و شما بود کلمه خواندن ماندن و یک تعداد صاحب رفتن که حال به نام آلمان یاد میشه، جرمنی. او زمان آریا بود دیگه. ها دوستان خداست میگرگز نمیردان که دل زنده شد به عشق ثبت از بر جریده عالم دوام ما. کشتگان خنجر تسلیم را از زمان از غیب جان دیگر است. یا جان به جانان دادن. آقای قند باز به هر امرای دوشمشیر خودی نمیجا دفن شدی مبارک. شهید خویچ آقای قند مرگ نداره. باز توفیق زیار پروردگار چی داد؟ مسجد مبارک داد. آل تیمورشاهی اگر و نام داده میتونست آتم تایی و نامش در جهان مبرامد و نه نان دادن در راه خدا نه جان دادن. توفیق زیار پروردگار ما چی داد؟ آقای قند مسجد عوض مسجد سینمای تیمورشاهی داد. ما را پروردگار این بین یک دریا سیست این میجه ما را نشان میده. میگه درای من کتیمه که بنده مستی اخلاصمند مستی اومد طبیب خدا است دیرا جان بتین نان بتین فهمیدی اگر او دنیا را میخواین. من آقا صاحب خوشحاله اوسئ که په لنډو کې راته ووایئ چې دغه جومات څومره کلونه کېږي. تاداب از زیر خاندان امان الله خان مانده که تا امروز نامشان در جهان بلند است صاحب. برای از این کار کسی که مسجد آباد میکنه یک چای او مثال یک کاریز جور میکنه آقای قندو ثواب جاریه است. این حال ما یک چیز کنیم که از اینا ما پند بگیریم میگه زمردان عالم بماند سند یکی نام نیک دیگر نام بد. ما مردم از این پیاده تا ریاست جمهوری خدمت کنیم آقای قند که بهترین عبادت در دین اسلام خدمت است آقای قندم. دیگه حالا روزهای چهارشنبه ما میاییم اینجا درون زیارت ختمانه شریفه میخوانیم دعا میکنیم. چرا در نزد خدا جان دعا سنمید دعا رو ما میکنیم که 34 ولایت در یک دسترخوان بدیم. حالا 34 ولایت در یک دسترخوان باشیم یک جوان نبینیم که جگرخون باشه یا بیکار باشه. خدا ما شما رو توفیق عمل نصیب کنه آقای قند ما که یک دشتیم وطن جور کنیم که تا خارجی ها احتیاج ما شما باشه آقای قند. مقصد آقا صاحب تانه ډیره مننه. خیر اوسئ خوشحاله اوسئ. خیر ببینی آقای قند. ما با شما جوانا خوش هستیم. خدا دیگه جوانای ما را برسانه که وطن جور کنیم آقای قند. آرزوی ما اینمی است که یک جوان نبینیم که تشویش کنه آقای قند. زیارت این معشوقش است. این مردم میاد اینجا زیارت کردن. اینجا میاد که اینجا نفر هست که 12 نفر هست اونجا زیارت هست. شاد شمشیری ولی دیگه دوست خداست. نواسه
رسول پیغمبر خداست که با ابوالفضل آقا نزدیکی داره، از اجداد رسول مقبول صلی الله علیه و سلم هستند و شاد شمشیری ولی بزرگوار دوستای خدا هستند، پیش خدا همه رویدار هستند و این بسیار آثار عتیقه است، سابق است که همه مردم اینجا دعا میکنه، چی از خارج باشه چی از داخل باشه. افغانای ما همگی به دعا میاین و اینجا هر چهارشنبه ذکر میشه، نعتخوانی میشه. اگر از مسابق تا بال زیارت ها بند نیست، مسجد ها بند نیست، همه مردم نماز خدا میخوانه، همه مردم ذکر خدا میکنه. خداوند پاک یک آرامی رو به خیر بیاره در افغانستان. امین امین. حالا جان کی بگی که یاد است که جمعات جور میشد دونو وقتا؟ سابق هم که بود همی جمع جوش بود، سابق هم همی ذکر خانه بود، همی مسجد ها بود. دمو سابق هم خال زیادتر شده از وقتی که همی مردم در افغانستان همگی رو به سابق هم مسلمانی بود، حالا مسلمانی سیره. من هم میگم خال زیادتر مردم میتونه به معصاب آرام ذکر خدا کنه، دعای خدا کنه. خوی دعا را میکنیم که خدا دگام آرامی را بیاره، کم تو مسجدای ما باز باشه، زیارتای ما باز باشه، مردم ما به اعصاب آرام دعا کنه، ذکر خدا کنه، عبادت خدا کنه. خداوند یک آرامی را به خیر بیاره. بسیار تشکر خاله جان. نگفتی که به خاطر چی آمدی امروز؟ امروز ما اینجا بیادرزادگی که از مزار شریف آمده، ما از کابل هستیم، تولد ما دستی دکان اشقان عرفان شده. اگر مرا هر کسی که میبینه، افغانای نازنینم در خارج در داخل، اول ما برشان سلام میگم، دعا بخشان میکنم. بیادرزادگی که از مزار شریف آمده، اینجا گفت مرا اما جان زیارت ببر، باز آوردم شاد شمشیری ولی دعا کردم، خواستم اینجا به کفترکا دانه پرتم، بازم تو پس طرف خانه میرم. به حق هم افغانای نازنینم، به حق هم مسلمانا، حق جوانا دعا میکنیم خداوند یک آرامی را بیاره، جوانای ما را خداوند هیچ وقت نشرمانه، سخروی سرفراز سربلند، افغانای ما در هر جایی که باشه آرام باشه. امین. تشکر. قابلش نیست. قابلش تشکر. نیست. از شما هم تشکر. خدا Okej. En bedel davar mee voor familie. بابا اوس کنی که من اگر چیری ما چه خطا.
زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.